ساخت بزرگترین مسجد در جمهوری خودمختار نخجوان، محلی برای نجوای مؤمنانه. مسجدی که در فضای زیبای حاشیه ارس ساخته می شود با هدف حفظ ارزش‌های دینی. خدا را شکر، مردم از ساخت مساجد و مراکز دینی استقبال می کنند و ما این را مغتنم می دانیم. این مجموعه 6400 متر زیربنا دارد و پذیرای حدود 2000 نمازگزار خواهد بود. و در سفر اخیر دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان مورد بازدید قرار گرفت. kompleksimizdə ümumilikdə eyni anda 1800 nəfər ibadət edə bilər. نمازخانه‌های جدا، مرکز فرهنگی، کتابخانه و مدارس ویژه دختران و پسران برای آن پیش بینی شده است. Dini kompleksimiz əslində 5 blok. عمده‌کار ساخت و ساز مسجد با 2 مناره و 15 گنبد تقریباً به پایان رسیده. ارتفاع گنبدهای مسجد که به سبک معماری شرقی ساخته شده 12 متر و ارتفاع مناره‌ها 40 متر است. در حال حاضر نماسازی و طراحی داخل مسجد را انجام می‌دهیم. جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از جمهوری آذربایجان است و بیشتر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند. مسئولان پروژه بزرگترین مسجد قفقاز قول دادند این مسجد حدود 1 سال آینده در اختیار نمازگزاران است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، جمهوری خودمختار نخجوان.